به نام خدا، به نام ایران، به نام آزادی و به نام مجاهدان قهرمان بیژن تهرانی، عباس نامور، محمود پورنافر و یحیی زیارتی، سوگندهای خونین ملت ایران برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه و برقراری آزادی. درود بر همه اینها. و به نام 52 ستاره تابان در کهکشان زهره که با پایداریشون جاودانه شدند و این مقاومت رو به اوج تازه‌ای رسوندند. درود بر دوستان عزیز، در اینجا گرد اومدیم برای گرامی داشته قهرمانی و جانفشانی 4 مجاهد آزادی در زندان لیبرتی. اما من می‌خواهم قبل از هر چیز از نبردی یاد کنم که در آن مجاهدان لیبرتی ظلمات هجوم و موشکباران رو مغلوب روحیه پولادین خودشون کردند و مثل همیشه پیروز شدند. در ساعت 21:15 شب یک باره نفیر گوش خراش موشک ها آسمان زندان لیبرتی رو پر کرد. از لحظه شنیده شدن صدای موشک ها تا لحظه اصابت اونها فقط چند ثانیه فرصت بود تا هر مجاهدی بتونه خودش رو به یک جان پناه برسونه. در چشم به هم زدنی انفجار موشک ها بود و شعله هایی که از بنگال های آتش گرفته زبانه می‌کشید. اصابت 38 موشک به لیبرتی، البته اونچه کتاب الان شناسایی شده که برخی از اونها 20 برابر موشک‌های 107 میلیمتری قدرت تخریب داشت. دشمن ظاهراً همه چیز رو محاسبه کرده بود، از تاریکی کامل هوا تا عنصر غافلگیری، تا زمان حمله که در فردای کریسمس و شروع تعطیلاتی که در بخش وسیع از جهان